نه ماداگاسکار. این شیر بدبخت که اینجا ببینید الکس فکر میکنه توبه و با پا شوتش میکنه و گل میشه و همه خوشحالی میکنن. این پنگوانای دلغک که دارن دست تکون میدن با شیرجه میرن خونهشون. میرسن به قفس ملمن که ببینن اشتباهیه. میرسن به قفس مارتی که ببینن اینم اشتباهیه. یه دفعه میرن تو ماهدتش. تولد مارتیه شمعشو فوت میکنه و آرزوش اینه که بره به طبیعت وحشی و همه مثل گاب مسخرش میکنه و ناراحت میشه و مثل گورخر غیب میشه. اینجا سوار قطارن که میخوان برن به ایستگاه مرکزی. Alex the Lion, what the hell are you doing in my car? اینجا میرسن به ایستگاه مرکزی و الکس با مارتی صحبت میکنه. اما پیرزنه چه؟ الکس رو پاره میکنه از پشت و رو. اینجا میبینن که داخل جبهن. Alex the Lion, what? پنگوانا میرسن به اینجا و مخ اینو جر میدن. پنگوانا کشتی رو نگه میدارن و میخوان برن به سمت قطب شمال و الکس و دوستاشو پرت میدن به سمت جزیره. میبینن صدای آهنگ داخل جزیره میاد و میرن سمتش و میبینن چند تا حیوان خروجی دارن میرقصن. پنگوانا رسیدن به قطب شمال که یخ میزنه. پوسا حمله کردن که الکس نره میکشه و پوسا فرار میکنن و همه خوشحال میشن و الکس گرسنش میشه. میخواد مارتیو گاز بگیر و یه تیکه هم مارتیو میخوره و تبدیل به شیر میشه و همه فرار میکنن و میفته دنبال مارتی. این قوی دوه تا یه دفعه میزنن تو سرش و گریه میکنه و ناراحت میشه میره خونهشون. کشتی میرسه داخلش پنگوانا و اون یکی میشکنه و مارتی میره سراغ الکس. الکس میخواد رئیس پوسته ها بشه که همه باش مخالفن و ناراحت میشه و میره داخل غار و مارتی میاد سراغ الکس و میگه کشتی رسیده و پوسته ها میخوان بهش حمله کنن که الکس میرسه و نره میکشه و همشون رو جر میده و الکس برمیگرده به حالت اصلی و با مارتی میرن پیش بقیه. و الکس و دوستاش با کشتی میخوان برگردن به شهرشون که کشتی غرق میشه. پایان دوبله شده توسط گروه هنر دوبله مدیر دوبله